الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. ماه عبودیت و بندگی الله عزوجل، ماه رحمت و بخشش و مغفرت، اون ماهی که الله متعال با نزول قرآن و شروع وحی در آن یک مکانت و منزلت ویژه‌ای نسبت به سایر ماها به اون داده. بیاییم با هم دیگر سری به کلام الله عزوجل بزنیم. میبینیم که ما مسلمونا نسبت به احکامات و اعمال الله عزوجل به 3 گروه تقسیم میشیم. الله متعال در کلام پاکش میگه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. گروه اول از خودمون ظالم لنفسه، به نفس خودمون ظلم میکنیم. رمضان میاد اما هیچ احساس خوشحالی و شوقی به ما دست نمیده. منتظر اینیم که کی رمضان تموم میشه تا برگردیم اون رفتارهای بدی که قبل از رمضان انجام میدادیم نیز انجام بدیم. دسته دوم، گروه دوم، و منهم مقتصد، کسایی از خودمون که ماه مبارک رمضان نه خوشحالشون میکنه و نه رفتن رمضان و پایان آن غمگینشون میکنه. فقط طبق روال عادی خودشون که از قبل روزه میگرفتن، روزه ای را میگیرن، نمازی را هم سعی میکنن که در مسجد با جماعت اقامه بکنن، اما هیچ احساس خاصی باز نیز نسبت به این ماه پرخیر و برکت ندارن. اما گروه سوم، و منهم سابق بالخیرات باذن الله، از میان ما مسلمونا مؤمنان واقعی هستن که شور و شوق عبادت در دلشون نهادینه شده. این دسته از افراد منتظر این هستن که لحظه شماری میکنن که کی رمضان می آید تا با انجام اعمال شایسته و کثرت اعمال نیک و پسندیده حب خودشون را در دل الله عزوجل جای دهند. و این دسته از افراد حتی در این ماه مبارک رمضان از بسیاری از رفتارها و عاداتی که مباح هستند انجام دادن آنها منعی نداره، اما از آنها دوری میکنن تا وقت بیشتری را صرف مناجات و راز نیاز با رب ذوالجلال داشته باشند. و این دسته از افراد حتی با آمدن این ماه مبارک رمضان به همدیگر بشارت خیر میدهند، تبریک و تهنیت عرض میکنند، چرا که میفهمند این ماه ماهی است که بایستی قدر آن را بدانیم، چرا که میدانند این ماه ماهی است که بایستی قدر اون را دونست و از لحظه لحظه آن استفاده کرد. از الله عزوجل میخواهیم که ما را در این دسته از افراد که سابقون بالخیرات هستن قرار بده و از الله عزوجل خالصانه استدعا داریم، میخواهیم که یا الله اللهم بلغنا رمضان، ای الله ماه مبارک رمضان را به ما برسان و توفیق روزداری و بهره‌وری از این ماه پرخیر و برکت به همه ما عطا بفرما.